میگن آتش اولین دوستی بود که انسان با آسمان بست، ولی شاید هیچ وقت نفهمید با چی پیمان بسته است. آتش تنها عنصر بین زمین و آسمانه. خاک، آب و باد از زمین میان، اما آتش از بالا. تو اسطوره‌های کهن، مخصوصاً در اوستا و متون زرتشتی، آتش فقط برای گرما یا روشنایی نبود، بلکه رسانه بود. رسانه‌ای بین دنیای مادی و جهان مینوی. یه درگاه زنده که وقتی روشن میشد، پرده بین دو بعد نازکتر میگردید. قدیمی‌ترین آتشکده‌ها مثل تخت سلیمان، آذرگشسب و آذر فرنبق دقیقاً روی خطوط خاصی از انرژی زمین ساخته شدند. خطوطی که امروزه بهش میگن لیلاینس. همون مسیرهایی که تمدن‌های دیگه هم برای معابدشون انتخاب می‌کردن. اما چرا؟ چون اونجا زمین نفس میکشه و وقتی آتش روی اون نقطه روشن بشه، یه نوع ارتعاش خاص تولید میکنه. فرکانسی که بعضیا باور دارن با بعد دیگه هم تراز میشه. پژوهشگرای پروژه آذر میگن توی محاسبات جدیدشون دمای شعله در آتشکده‌ها با میدان مغناطیسی زمین همزمان نوسان میکرده، انگار آتش یه پاسخ از زمین میگرفته. و این یعنی شاید اون شعله‌ها زنده بودن.